10 نشانه را شما به چشم خود نبینید، قیامت آن روز وحشت بالای شما نمی آید. که آن چی بود؟ یکم طلوع آفتاب بود، از جانب مغرب به جانب مشرق حرکت میکند. دویم دعوت الارض بود که با مردم سخن میگوید، جانور است با زبان آدمی گپ میزند، ما و شما را نصیحت میکند. سوم دخان بود، دوده بود که 40 روز در روی زمین ایستادگری میکند و از این دود کافرها ورم میکنند، از گوش و بینی آنها زرداب سر میکنند. چهارم این آتش بود، پیغمبر خدا گفت از شهر یمن میبراید. اگر شب در کجای باشین، روز در کجای باشین، این آتش همراه شماست، فقط بر شما باد که به طرف شام سفر کنید. پنجم چی بود؟ فروروی شهرها در جانب مشرق گفتن پیغمبر خدا سر می شود. ششم گفتن فروروی شهرها در جانب مغرب سر می شود. هفتم گفتن فروروی زمین ها در جزیره های عرب سر می شود. اینا هم نشانه های قیامت است. هشتم پیغمبر خدا گفتن دجال می براید. نهم گفتن حضرت عیسی پایان می شود. دهم گفتن یعجوج و معجوج می براید. در اطراف این سه موضوع انشاءالله با شما صحبت میکنیم. از آفرینش آدم تا روز قیامت، از فتنه دجال دیده دیگر فتنه سختر وجود ندارد. گفتم پیغمبر اینقدر فتنه کلان ما از بین همین دولت شام و از بین دولت عراق این دجال میبراید. رسول الله گفتند وقتی که این دجال، این فساد کننده عالم میبراید، خیلی جوانی تنومند هست و موی سر او جنگیله هست، دعوا میکند، میگوید من خدای یک و یگانه هستم. وقتی وی میبراید جوان تنومند، مویهای سر جنگیله و پس سر او با روایت مسلم هم میآید که بسته شده است، مثل بعضی از همون مویهایی که از پس سر کاکل میکنند، بسته شده است و وی دعوا میکند خداست. وی خدا نیست، انه اعور، وی کور است، یک چشمی راستش کور است. و ان الله لیس باعور، پیغمبر میگوید حالان که خدای شما کور نیست، این کور است. مکتوب بین عینی کافر، پیغمبر خدا گفتن بین دو چشمش با حرف های کلانی که خواه با سواد باشین خواه بی سواد باشین نویسانده شده است همین مرد کافر است. بر روایت دیگر می آید که 3 حرف نویسانده شده است، کاف ف ر، خودش کافر می دهد، تا که شما بشناسین این همان دجال است. دنیا را فساد می کند. هر محله که داخل می شود زنهای اونها را تجاوز می کند، فرزندهای اونها را گمراه می کند و به سوی خود دعوت می کند. اونها در حال قبول می کنند. گفت پیغمبر برای چی؟ برای که در پهلوی راستش میگه جنت دارد، در پهلوی چپش میگه دوزخ دارد. مثل که شما امروز آینه نیلگون را نظر میکنین، تمام صورتها را میبینین، در پهلوی وی میگه آشکارا شما همون باغها شو در این طرف عذاب آتش میبینید. کسی که ایمان نمی آرد در دوزخش می پرتاید، کسی که ایمان می آرد و در جنتش می پرتاید. پیغمبر خدا گفتند شما همان دوزخش اختیار کنید و جنت است. شما همان دوزخش اختیار کنید و جنت است. جنتش اختیار نکنید که وی دوزخ است. وی به منزله یک کوه چی دارد؟ از غذا، از خوردنی ها دارد. هر قبیله و هر محله که ایمان می آرد از این غذا